مردی به گل فروشی رفت و دسته گلی برای مادرش که در شهر دیگری زندگی میکرد آماده ارسال کرد. وقتی از گل فروشی خارج شد، دختری را دید که در کنار در نشسته بود و گریه میکرد. مرد از او پرسید: دختر خوب، چرا گریه میکنی؟ دختر گفت: میخواستم برای مادرم یک شاخه گل بخرم ولی پولم کم است. مرد گفت: با من بیا، من برای تو یک دسته گل خیلی قشنگ میخرم تا آن را به مادرت بدی. وقتی از گل فروشی خارج میشدند، مرد به دختر گفت: میخوای تو را برسانم؟ دختر گفت: نه ممنون، تا قبر مادرم راهی نیست. مرد خشکش زد، طاقت نیاورد به گل فروشی برگشت، دسته گل را پس گرفت و 200 کیلومتر رانندگی کرد تا خودش آن را به دست مادرش هدیه بدهد. در جای دیگر مردی از عارفی پرسید: کرامت انسان در چیست؟ عارف گفت: کرامت چیزی جز خدمت به خلق نیست. او گفت که در گذشته 2 برادر بودند که مادر پیری داشتند. یکی از آنها پیوسته خدمت به مادر میکرد و آن دیگری به عبادت خدا مشغول بود. یک شب برادر عابد در حالت سجده به خواب رفت. در خواب دید که به او میگویند که برادرت را ما مورد آمرزش قرار دادیم و تو را هم به خاطر او بخشیدیم. گفت: من سالها پرستش خدا کردم و برادرم همیشه به خدمت مادر مشغول بوده. درست نیست که او را بر من ترجیح دهید و از لطف او مرا مورد آمرزش قرار بدید. در جواب گفتند: آنچه تو کرده ای خداوند از آن بی‌نیاز است و آنچه برادرت میکند مادر به آن محتاج است. هر جا کارت گیر کرد بدون که خدا رشو میخواد و رشوی خدا دعای مادر است. برای سلامتی مادرت بنویس: خدایا سپاس.